هنده. به نظر میاد که لوکیشن هنده. خانم ناراحت و هیچ وقت این هندی ها نمیخوان یه ذره سیستم شهر و ماشیناشون بهتر بشه. داغون ماشینا همه داغون، خیابونا کثیف. خب ماشینا رو نگه داشت. الان نگه داشت، یه داره میگه برید، یه داره میگه بیاید. که دنده عقب گرفت، دنده عقب گرفت، همه آدم ها دنده عقب گرفتن. الکی نیست این بالیوود، سینمای هند معروفه به این داستان ها. یه دونه ماشین دنده عقب میگیره، به ماشینه میگه که شما هم عقب بگیرید و همه مردم به صورت خودجوش شروع کردن به عقب گرفتن. اینجا رو نکنید. این که داره داد میزنه صداش ریورب شده، چون مشخص نیست داره چی میگه، ولی وقتی صدا ریورب میشه تون صدا عوض میشه. یعنی یه جوریه که باید خودتون تشخیص بدید، ولی مشخص میشه که این الان کلماتی که داره میگه ریورب شده. خب خانمم نمیدونه چی شده. همه به صورت هماهنگ برمیگرده. آخه این پیرزنه. اینا هم دارن میگن همینجوری برو عقب. همه دارن عقب گرد میزنن. فهمیدی چی شد؟ این نقاشه اومد عقب گرد کار کنه، یه تیکر نارنجی زده بود، دوره رنگش عوض کرد، رنگش آبی کرد دوره. انگار که بابا دیگه شما اینقدر نرید تو نقش. اینجا رو نکنید، اینجا رو نارنجی کرده، آبی کرد. که همه دارن عقب گرد میکنن. این هم که میدونید دیگه نباید درست از اون سه چرخه پیاده بشه، حتما باید از عقب اونجوری که سوار شده پیاده شه. حتما میخوای تو هم آشغالا رو بریزی رو زمین. موهایی که اصلاح کردن چسبون سر جاش. در این حد میرن تو نقش. تازه ما در نظر بگیریم که این فیلم نیست، این یه پیام تبلیغاتیه، پس اینا همه باید انگار که توی حالت واقعی باشن. چی شد که خندون شد و همه هم دارن میخندن، مسافر پیاده میشن. خب اوکی، اون راننده فهمید یه چیزی رو و یه پیامی رو داد و همه مردم شهر به صورت خودجوش زدن رو دنده عقب که برگردن، همه برگردن که این عشقش دوباره برگرده. این یه ذره دیر فهمید که باید آشغالا رو خالی می‌کرده، محو تصویر و همه مردم و اینا شده بودش. بازم بالاخره دیر، ولی فهمید. اوکی، اینا به هم رسیدن. چی هست حالا؟ این اصلا تبلیغ چیه؟ مثلا میگه که اون برنامه های تلویزیونی که دیدید رو میتونید دوباره ببینید. چه جالب. اورنج، تبلیغ اورنجه. اورنج تو خیلی جالبه. اخیراً راجبش یه جایی خوندم، مثلا فکر کنم تو اینستاگرام یه ویدیوی راجبش دیدم و یکی از بزرگترین شرکت ها و کمپانی های ارائه خدمات تلفن و موبایل و نتورک و اینترنت و نمیدونم در حد سخت افزارم هست یا نه، فیبر نوری و اینا، ولی یه جور شرکت مخابراتی و اینترنتیه که خیلی هم معروفه.
فقط من نمیدونستم که به هند ربط داره. ولی خب یعنی چیزی که میدونستم اینه که توی آمریکاست. شاید هم اشتباه اطلاعاتم نمیدونم، ولی یه چیزی هم که میدونم اینه که خب هند که مثل ما توی کشور ایران نیستش دیگه و همونجوری که اونجا میتونن اوبر داشته باشن یا کینبرگر داشته باشن یا نمیدونم هر چیز دیگه ای که جهانی هستش میتونن اونجا نمایندگی و کمپانی داشته باشن، احتمال زیاد اورنج هم میتونه اونجا خدمات ارائه بده و میتونه باشه. و این یه ذره واسه ما درکش عجیبه چون ما نداریم داستانا رو توی ایران. جالب شد. حالا که فهمیدیم اورنجه یه بار دیگه از اول ببینیم. اینقدر دلسوز. रुको रुको पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ همه شروع میکنم به برگشتن. این صدایی که داره برمیگرده این صدا رو اینجا میشنویم. पीछे जाओ این صداه که وقتی برمیگرده पीछे जाओ पीछे जाओ این شکلی میشه. ریورب شد دقیقا. اینا که با دست میگن برو. من به خدا که دیر دوتاشون خیلی خوب بودن. یکی این که موها رو میچسبونه رو کله بنده خدا، یکی همون نفر آخر که داره آشغالا رو جمع میکنه و با دیلی متوجه میشه داستان از چه قراره و دوباره کاغذها رو اون آشغالا رو خالی میکنه. حالا پیامش چیه؟ مسلماً یه پیامی دارن. پیامش که داد، ولی نمیدونم حس میکنم پیامش فقط اون پیام نیستش که شما میتونید برنامه هایی که پخش شده رو دوباره ببینید و حالا تکرارش رو ببینید و برنامه های پخش شده رو ببینید. فکر میکنم پیامش فقط این نیست، چون یه شرکتیه که در مورد ارتباطات و اینترنت و تلفنه. من حس میکنم که یه پیام دیگه ای هم داره و اون اینه که میتونید با استفاده از خدمات این کمپانیه میتونید مجبور نشید به خاطر کارتون مهاجرت کنید یا از یه جایی موو کنید و کارتون رو به صورت ریموت و با اینترنت و اینا انجام بدید. حس میکنم یه همچین پیامی رو هم باید داشته باشه، ولی خب یه پیامی هم اونجا داد. واقعا دقیقا مشخص نیست واسه خودم. حالا اگه شما احیانا فکر میکنید که پیامی که من دارم برداشت میکنم درسته، حتما توی کامنت ها بگید. چیزی که خود ویدیو داره میگه اینه که شما میتونید برنامه هایی که گذشته و تکرار شده رو میتونید ببینید، تکرارش رو میتونید ببینید، ولی من حس میکنم یه همچین پیامی هم داره، چون برای یه همچین چیزی یه همچین سناریویی به نظرم اونقدر مرتبط نیست. یه همچین سناریویی داره اینو میگه که شما میتونید مسافرت نرید، میتونید یعنی جابجا نشید، میتونید موو نکنید به جای دیگه و باز هم زندگیتون ادامه داشته باشه و همون روتین رو داشته باشید. من حس میکنم یه همچین پیامی داره. بگید توی کامنت ها اگه که فکر میکنید که نظر من هم میتونه منطقی باشه
برداشت من هم میتونه منطقی باشه. خب اوکی، دوست داشتم، به نظرم کار جالبی بود، با اینکه کلا سینمای هند یه جوری همه مسائل رو اگزاجره نشون میدن که خیلی اوقات وقتی ما از بیرون میبینیم با خودمون میگیم که اینا واقعا خودشون میدونن دارن غیر طبیعی دارن رفتار میکنن یا اینکه نه. ولی خب در واقع یه چیزی که من شنیده بودم یه جایی میگفتن که اینا خودشون مردمشون کلا این کالچر رو دوست دارن که این مدلی محتوا بسازن، از فیلماشون، سریالاشون، حالا برنامه‌های اینجور تبلیغاتیشون، این چاشنی رو دوست دارن که یه جوری درست بکنن که ما یه کمی پیازداغ قضیه رو زیاد میکنیم، یه کمی قضیه رو تخیلی میکنیم و حس میکنم برمیگرده به این که آدم هایی هستن که خیلی توی این زمینه اکتیون، خیلی تخیل بازی دارن، خیلی میدونی یه حالتی باید باشه که یه همچین رفتارهایی توی سینماشون، توی ساخت محتواهاشون ارضاشون میکنه. دیدیم میگن سریال های ترکی تقریبا اکثرشون اون تم عاشقانه خیانت رو دارن و خب همین رو شما وقتی برید توی سینمای شرق، توی ژاپن و کره جنوبی یا چین میبینید که بیشتر که نه، حالا جدیدن دارن تغییر میدن، ولی خب ما سینمای آسیای شرق رو به این محتوا میشناسیم که خیلی رزمی هن، مبارزات آنچنانی، حالا هرچی میاد به سمت تایلند و تایوان و این مالزی و این برا یه کمی این مبارزه ها ترکیب میشه با بودیسم و اون شخصیت درونی و اون قدرت های ماورایی که طرف با حالا میتیشن و این داستان ها به دست آورده. حس میکنم مردم هند هم یه همچین فرهنگ و یه همچین ذائقه ای رو دارن که ارضاشون میکنه، یه همچین چیزی، یه همچین فرمتی از محتوا. من همیشه محتوای هندی رو وقتی میبینم اینجوری هم که اوکی، میدونم که یه مقداری زیاده رویه، میدونم که یکم به قول خودمون هندی بازیه، ولی دوست دارم، هر از گاهی نگاه میکنم، دوست دارم و اتفاقا جالبتره برام که با این طرز فکر محتوای هندی رو نگاه میکنم که اوکی، من میدونم که تو یه همچین فرمتی رو به کارات میدی و حتی این رو هم میدونم که تو این محتوا رو دوست داری، با اینکه من نمیتونم قبولش کنم ولی دوست دارم، نگاه میکنم هر از گاهی و جذابه برام، دوست دارم. اگه دوست داشتی حتما نظرتو توی کامنت بهم بگو و اینکه اگه دوست داشتی ممنون میشم لایک کنی. من سعی میکنم هفته یه دونه از این محتواهای تبلیغاتی خاص و پر از ایده های جذاب رو بیام نقد و بررسی بکنم و تحلیلش بکنم و به نظرم این خیلی قشنگه که آدم ها بتونن شکل تأثیر پذیری مردم نقاط مختلف دنیا رو از پیام های تبلیغاتی ببینن و اینجوری متوجه میشن که مردم چه طرز فکری دارن و چه چیزهایی باعث اغواشون میشه. میدونید صنعت مارکتینگ یکی از اون چیزهاییه که به نظرم به صورت مستقیم دست میذاره روی طرز فکر آدم ها توی هر نقطه‌ای از کره زمین و اینجوری میتونیم آشنا بشیم با طرز فکرشون و این یه قدم خیلی بزرگه در جهت دید بهتر ما به زندگی و جهان بینی ما. ممنون که تا اینجا دیدی.